آقا امروز به یکی از این کارمندای خودم دختره، خب بهش گفتم، به یکی از کارمندام گفتم بیاد درخت کریسمس اونجا بذاره. خوشم میاد اینجوری خونه داره. شما افسرده ایم دیگه، فهمیدی؟ شما هم هستین دیگه، الکی نگید شما هم افسرده ایم خودتون، بگین هستین، بگین که من تنها نباشم. درخت کریسمس اون پریز برقه، درخت کریسمس رو میذارم اینجا. خارپسته تا پریروز با درخت نارنج دست پنجه نرم میکردی. خارپسته الان که مرده هم هستی درخت کریسمس بگیر خارتو گاییده. اینو باید بذاریم تو اتاق. اون اتاق رو کسکش کردم سمساری، یه نگاه کنین تخت ببین چی شاهنشاهی کردم. شیرمرد، آفرین. حاجی باور کن با شما میام صحبت میکنم حال من خوب میشه. به خدا مثل برج زهرمار بودم اینجا رو نگاه کن. جوراب و شورت و خارت من گاییدم. آخه بابا این تو هوا اینا رو بذارم این تو، میدونی چرا؟ درخت کریسمس اینه. این شورت مورت ها رو برداریم. دختره میاد میگه خارپسته اینا چیه؟ اینا رو بردارم. دیشب خواب دیدم مردم. بعد به خودم میگم آیسان یعنی چی؟ بعد خود به خودم میگم آیسی یعنی چی؟ تو تازه داشتی به این نوایی میرسیدی. خارپسته تو چرا مردی الان؟ آب نگاه کنین چقدر آب دارم اینجا، نگاه کن. یا اینجا اومدین از من سوال نکنین آب این زیره. اینا عاشقت میدونی چی هم به من خیلی آرامش میده؟ آب ریختن تو کافی. نمیدونم چرا احساس خوبی به من میده. احساس میکنم که دارم به دستگاه کافی غذا میدم بخوره. بخور سیر شید. بعد دیشب به خودم میگفتم وایسی تو این همه زحمت کشیدی تازه خارپسته اسم در گردی، الان چه وقت مردم بود؟ خارپسته آلو. حاجی ولی جدا از شوخی درخت کریسمس رو معمولا یه 10 روز 20 روز دیگه میزنن. من خوشم میاد اینجا باشه، میخوام اینجا بذارم. ببین که در خونه میای از اون گوشه تو درخت اینجاست، فهمیدی؟ اینجا که خودم اینجا صبح میشنم کافی میخورم. من امروز از ساعت 6 اینجا نشسته بودم تا ساعت باورتون نمیشه 8 رو همین مبله نشسته بودم برای خودم فکر خیال میکردم. حوازی هم نمیزنم چون کاردیو رو کم کردم. زمستون که میشه میذارم شبا بزنم که لاغر نشم. آسپ دارم حاجی، مریض بشم بدبخت میشم، فهمیدی؟ هوا سرده برم بالا تو راهرو اینجا خیلی سرده مریض میشم. ولی خوابم ندارم دیگه، فهمیدی؟ 5:30 بیدارم. من 10 سال 5:30 صبح بیدارم. آره بعد دیگه اینجا درخت رو اینجا میذارم. دوست ندارم اصلا وردارم، میخوام سال 12 باشه ولی میگم بده. آقا سلام من به عزیز جانهای خودم، عقابهای سرسفید ایران، چه خانوم چه آقا، در ارتفاع 25,000 متری به شما از هیوستن تگزاس، یک جای سرد. جون خانومی کجا میخوای بری سر صبح؟ آقا من از اون جایی که همه چیز رو به شماها میگم، یه دقیقه اجازه بدیم بچه ها. کدوم بری بود بریم؟ وای شت پروتئین نیاوردم. بابا ننتو من گاییدم. وای چرا یادم رفت.
یادم رفت، حالا ایرادی نداره. یه گفتم همه چی رو من به شما میگم، رئیس بانک باشه خارکسته، در بچه رو برد مدرسه پیاده کرد، خانومش حاج خانوم یه دونه برای چایی ریخت، حالا کافی نه ایران چاییه دیگه، چایی ریخت و بخوره بره سر کار. حالا اینجا رو گوش کن، یه حالا نمیدونم حاجی زن مردت کیه، الان 3-4 ماه به من ایمیل میزنه، توی اینستاگرام که بلاکش کردم رفت، شماره تلفن‌های منم داشت بلاک کردم رفت، نامه میده که انگلیسی که ما 7 سال نمیدونم 8 سال پیش که ما 7-8 سال پیش با هم دیگه بودیم و من نمیخوام برم دی ان ای بگیرم، اینجا دی ان ای زیاد میگیرن، مثل ایران نیست که حتما باید بمیری دی ان ای بگیرن، به خاطر اینکه آره تو زندگی آرومی داری و اون روزی که با هم دیگه صبح میگه که یک شب با هم بودیم 5-6 سال پیش، من تو بچه دارم، من و بچه‌م با هم زندگی میکنیم که بچه تو هم هست، دختر آمریکایی، این صحبت ها رو بگم داره میکنه، حالا من که نمیدونم آخه، من که یادم نیست که من چه میدونم، حالا شاید مست بودیم چت بودیم چه میدونم، شاید ما برگشت گفت آقا من تو برد کنترل چیه اینه که تو دست میزنن حامله نمیشن. آره بعد آخه جور در نمیاد، ببین تو اگه یارو هم من بچه داشته باشه اینجا خار آدم هم میگن سر بچه، ماهیانه باید پول بدی و نمیدونم دادگاه و پاسگاه و نه دادگاه پاسگاه نه، اینجا همه میزنن همجا حامله میکنن، زیاد دادگاه پاسگاه حقیقتا نیست، یه پولی ماهیانه باید بدی دیگه اگه نمیخوای زندگی بکنی، بستگی به درآمدت داره، اون درآمدت با چک، درآمد ما چک دیگه، خب از اون چک اینا میبینن درآمدت چقدر، میگن مثلا باید اینقدر به بچت بدی، به مادر و بچه بدی که بچه رو نگه داره. حالا مال ما که اصلا اونجا نیست که، یعنی 3-4 ماه شاید بگم 10 تا نامه داد و نه تا حالا یارو رو من دیدم نمیدونم که الان که اومدم پایین این پسر امین که اینجا کار میکنه تو پارکینگ یه نامه ها رو میاره میده به ول پارکینگی ها، فکر کنم مثلا اینستاگرام منو میبینه من با اینا خیلی جورم، نامه تو کیفم الان حاجی میدونه، آدرس نوشته که بیا اینجا بچه‌تو ببین، گفتم من که نمیدونم بهش جواب بدم که، احتمال داره حاجی سوسکی بزنم 2-3 روز دیگه برم اون آدرسه، حالا میدرسم مرد پردم باشه که حتی خودمون داداش گرمی ببندیم ولی کمرمون دادم، نه ولی باید برم ببینم چه خبره، این کسبازی باید این مغز من درگیر کرده الان. آره وای الان اگه برم ببینی یه بچه مثلا آره دیگه 6 سال پیش الان آمادگیه دیگه، الان مهد کودک میره اینجا، آی بچه آمریکایی منه ببینیم میخواین چیکار بکنیم، این کسخل رو فکر میکنن مثلا الان من مثلا میرم به خانواده‌ام میگم پدر مادرم قلبشون میگیره موقعی که مثلا دور میز نشستیم داریم شام میخوریم، بابا ماما من برادر اگه نصف این شهر حامله باشن از من در بند نیستم برادر، به قرآن مجید به جان قدیر، اینجا رو ببین چقدر قشنگه فضای سبز، یک سر سوزن، هیچ چیز در این زندگی برای من مهم نیست، فقط پول جیبم باشه، گردن من جلوی 4 تا بیناموس کونی خم نشود، بقیه یعنی بگو آیسان لخ شو این وسط خارکوزه کون هوا بکن، اون دید، اون به اون گفت، این به این آن، اونا جمع شده بودن اونجا نمیدونم اونجوری شد همه اومدن اینو گفتن، به کیر پدرم که گفتن، اصلا برای من حرف مثل گوز، باز گوز حداقل یه بوی داره 5 دقیقه باید یه بوش فرار بکنی، اصلا حرف من دایورت میکنم رو کیر خودم آجی، اصلا فهمیده چی شد؟ من همه الان که دارم من این روزای من خب اینا همه تو آرشیو اینستاگرام من میمونه، من یه روزی میخوام 365 روز
این اتفاقای من و اینا رو میخوام یه دونه فیلم درست بکنم بعدا تو یوتیوب بذارم. این همین الان به ذهنم زد، نمیدونم الان 50,000 نفر دایرکت داداش پس بده ما برای یوتیوب درست بکنیم. آقا مگه خود خارکوس فلجم خودم یا پول بد میخورم؟ من که تا حالا $1 نه از اینستاگرام پول در آوردم نه از یوتیوب خارکوسه اصلا. اینو داشتم میگفتم. این الان دختره فکر میکنه مثلا ما دور میز شام نشستیم، مادر من بیف استراگانوف درست کرده با قدیر، بعد من میگم مثلا پدر مادرم یه اتفاقی افتاد بیا به شما بگم. چی شد؟ حامله شدم. همون لحظه مادر من بزنه تو گوش قدیر. منو چرا میزنی خارکوسه؟ تو چه بچه‌ای بود؟ این چه بچه‌ای بود بزرگ کردی که زده صفر دختره رو زده؟ یعنی 0 کیلومتر دیگه نیست. یعنی قدیم میگفتن صفرش زده دیگه. حالا من الان نمیدونم. پرده‌مو زده. پرده، آره پرده خارکوسه اتاق خوابه. نه دیگه داداش، صفر رو میگن زد. فهمیدی؟ بچه ها برای من کامنت کنین چند تا صفر زده. آیسی خودتی و این ساک خارکوسه. تنها چیزی تو ریلیشنشیپ من تغییر کرد اون موقع با یه دختر قهوه‌ای بودم، الان با یه دختر سیاه‌پوست دوستش دارم. کیف سیاه شد دیگه. داداش من از کی بخوام؟ پدر من بیچاره که با من کار نره. من اگه نصف دنیا رو معامله بکنم قدیر میگه که آقا حواست باشه فقط کیرخر برای من نشه. فقط مادر منم که به رحمت خدا رفت. خب من دیگه کی رو دارم حاجی؟ یعنی بچه من نه مادر بزرگ داره نه دایی داره. نه دایی که خون سمت اون خارکوسه هست. وای دایی ویلیام، چون دختر آمریکایی احتمالاً میمیسه. دایی ویلیام، دایی جک، دایی جولز، اسمای خارجی چی میگن؟ شارلوت. وای شارلوت. بعد حالا این سمت ما عمای تو چی؟ کلثوم، کایا. آره گاییدم آیزی. کلثومی بنا گاییدن. آقا من باید کار نداشتم با شما صحبت کنم شب تا صبح. خال زندگی رو گاییدم آجی. بعد میگم آقا وای فکر کن برم اونجا چارلی پسر من، چون میدونی چرا که من اگه بچه من باشه حالا من میخوام برم اونجا، حالا احتمالا میریم اونجا چارلی در کار نیست، میبینی 4 تا کیرخر با کلاشینکوف و جسه اونجا نشستن خارکوس شلوار در بیار. حتی ما خودمونم بریم پر کمرمون دیدی مثلا میخوان لاتی بکنن مردا دست سری اینجای دست این استخون دست. آره ما که خودمون آجی پر کمرمونه گرمی جان کیرت گرمی تا گرمی رو بکشی کونو به باد دادی. نه ولی میخوام برم 2-3 روز دیگه. والا منم همش حاجی تنهام دیگه. من کسی نیست تو خونه با من صحبت بکنه. آقا من دنیای صندوقچه رازهای خودم تو قلب خودم به هیچ کی نگفتم. خدا به هیچ کس. چی بگی آخه برادر؟ چی بگی؟ داداش مردم به من بعضی میگن آیسان تو چجوری اینقدر دیوانه ای؟ به خاطر اینکه داداش نکون میدم نکون میکنم. نه که اون کون منظورم نیست بیادبی کون، نه فهمیدی؟ نه ببخش، نکون میدم نکون میگیرم. داداش جایی صحبت نمی کنم، پچ با کسی نمی کنم که بعدن اگه خدایی نکرده اعصابم کیری شد یارو رو فوش خار مادر دادم بره پچ منو نوچ کنه جای دیگه. این دهن من بسته است، همش خودم تنهام. خیلی هم غصه داره بعضی موقع، حوصله نداری تنهایی. ولی از این ور نگاه کن دیگه، الان شما تقریبا 1 سال با منین. اصلا تا حالا دیدیم من یه حاشیه‌ای در زندگی من باشه؟ آی من به اونو گفتم، اون به این گفت، این به اون گفت، اون به اون گفت، اون ای کیر تو کست خاره، این اون این ان همه با هم. چیکار دارم من 2 روز دنیا؟ خودم برای خودم دارم کافی خودم میخورم، رانندگی میکنم. گرفتی چوری شد؟ خودم کافی خودم دارم میخورم، دارم میرم برای خودم یه آذوقه تهیه بکنم.
برگردم دوباره بیام خونه خودم بخوابم. الانم که اگه واقعا بحث چارلی جدی باشه، یه بچه 6 سالم که دارم، خودم همیشه میخواستم دیگه، حوصله بچه کوچیک ندارم گریزاری بکنه، کیر خر بشه، مریض شه، زردی بگیره، نمیدونم فلان بگیره. 6 ساله دیگه خودش عالیه دیگه، بزرگه. ولی اگر باشه میگم، ولی نه اگه بچه من باشه که اسمش باید بذاریم آقا ابوالفضل. چارلی مالی نگاییدم. مادرش هم آمریکایی باشه آقا ابوالفضل، فهمیدی؟ ابوالفضل هم نه ابوالفضل، فهمیدی؟ نه حالا نمیدونم، ولی این موضوع جدیه، ولی واقعا گفتم نه. با بعید ما بچه بودیم انقدر تستوسترون زدیم، بعید میدونم مثلا آنتن ما دیگه کار بکنه برای بچه انقدر ناندرلون تستوسترون من 20 سال پیش زدم، خواهرشو گاییدم. تستوسترون، ناندرلون، پریموبلان، نمیدونم استانازول، HGH. بعد یه مدت یه چیزی گرفته بودن، کسولا آورده بودن تو کارتون، دورش علکی گرفته بودن، فون پیچیده بودن، IGF-ونه، اینو بزنی موشک میشی میری رو هوا. فردا صبح تمام این رونی کلمن و اینا، اصلا این رونی کلمن اینا که کونن آیسان که تو اصلا میشه آقا غوله. چقدر 2 میلیون اون موقع خارکسته. ما اون موقع مثلا زمین فروختیم که این کسکشی بخریم. IGF-وانه که فهمیدیم کسکش آب مقطر بود، اون زمین الان خارکسته قیمتش از خودش $50,000. فهمیدی؟ رو این حساب میگم آنتن ما بعید میدونم کار کنه برای بچه. حالا میریم ببینیم چیه دیگه. آره ولی مسلم میرم بچه‌ها، چون خودتون میدونین که من تو آخرین پروژه‌ای که داشتم تونستم 8 نفر رو رگبار ببندم. هیچکی نمیدونه، بین خودمون باشه. آقا باورتون نمیشه، به اون پروردگار عالم، به اون دو دست بریده ابوالفضل قسم. ببین من میگم دو دست بریده ابوالفضل، اصلا نمیدونم ابوالفضل پسر کی بود، کجایی بود، به خدا نمیدونم. اصلا داستانش از بچگی انقدر این قدیر قسم آخرش میگفت دو دست بریده ابوالفضل. من برای من این یه سمبوله، یعنی هیچ موقع دروغ نمیگم. من با شما صحبت میکنم، به اون خدای آسمان که من میپرستم انرژی شما رو همون لحظه میگیرم، حالم خوب میشه. الان امروز صبح بیدار شده بودم، میتونستم از اون طبقه، هر طبقه‌ای که هستم خودم پرت کنم پایین. الان با شما صحبت میکنم، با من احساس میکنم دارم شما رو میبینم، شما رو من میبینم، احساس میکنم. فهمیدی؟ حالا رفاقت ما داشت پایدار تا آخر میمونه، به جان قدیر. بذار من یه ذره بهتر بشم آجی، من داغونم خارشه باید. آقا باورتون نمیشه، به اون پروردگار عالم، به اون دو دست بریده ابوالفضل قسم. ببین من میگم دو دست بریده ابوالفضل، اصلا نمیدونم ابوالفضل پسر کی بود، کجایی بود، به خدا نمیدونم. اصلا داستانش از بچگی انقدر این قدیر قسم آخرش میگفت دو دست بریده ابوالفضل. من برای من این یه سمبوله، یعنی هیچ موقع دروغ نمیگم. من با شما صحبت میکنم، به اون خدای آسمان که من میپرستم انرژی شما رو همون لحظه میگیرم، حالم خوب میشه. الان امروز صبح بیدار شده بودم، میتونستم از اون طبقه، هر طبقه‌ای که هستم خودم پرت کنم پایین. الان با شما صحبت میکنم، با من احساس میکنم دارم شما رو میبینم، شما رو من میبینم، احساس میکنم. فهمیدی؟ حالا رفاقت ما داشت پایدار تا آخر میمونه، به جان قدیر. بذار من یه ذره بهتر بشم آجی، من داغونم خارشه باید. آره دیگه دنبال یه سری نامبرا توی اینستاگرام نیستم حقیقتا. الان دیگه نمیدونم، اگه استوری من 10 نفرم ببینن، به اون پروردگار، به جان اون قدیر، به جان همون شما که اندازه قدیر شما رو دوست دارم، اصلا باورتون نمیشه دیگه نمیرم نگاه نمیکنم چند نفر استوری من دیدن. نمیدونم یه سری نامبرای بگیر خدای من آیسی گایدی زدم که اصلا دیگه دنبال این کسه. بعد داداش تو یه چیزی یادت باشه، من آدم عادی هستم. من مثل تو هم که منو داری میبینی، من نه خوانندم، نه فوتبالیستم، نه بازیگرم، نه بچه معروفم، من هیچی نیستم. من اگر میگم یه سری نامبرا همین خودمون موظفین میگم، وگرنه من که آقا اصلا چی میگن، جسارت نمی کنم خدمت آقایون فوتبالیست، بازیگر، خواننده. اونا داشتی هنرمندم، من اصلا نمیتونم با اونا خودم مقایسه. من چه کسکشم. آره این من دوست داشتم که زندگی روتین
ببخشید دیگه تخت جمع کردن که پول نمیخواد که، تخم مرغ پس کردن که پول نمیخواد که، تمیز بودن که پول نمیخواد که. خواستم بگم که یعنی فکر نکنین اونایی که تو سوشال مدیا، این خارجی ها رو من عرض میکنم، ایرانی ها که برادرای منن خواهرای من هستن همشون، خارجی ها رو اگر دیدیم مثلا ماشین خفن سوارن و لباس میپوشن، فکر نکنین که تو خونه خارکسه رو خاویار و مروارید دارن غلط میزنن. نه نه نه، همشون مثل من همینجوری مغزی دیوانن که حالا مال من بیشترم به مقدار. آره ما با همین آقا، نگران چی نباشین. منم چون به خدا وصل هستم یه سری اتفاقایی حالا این لابلا میفته، به خدا نمیدونم چی، اصلا نمیدونم نیم ساعت دیگه چی میخواد بشه، ولی من داداش رها در آغوش پروردگارم، با هم دیگه همه با هم هستیم. من دارم میرم سر کار، خداحافظ. آقا این استوریایی که گذاشتم خیلی بیشتر بود ولی دستم خورد اونجا آپلود نمیشد، دستم خورد چند تاش پاک شده دیگه، بقیه رو پاک نکردم. اگه صحبت‌های من بچه‌ها یه مقدار ضد و نقیض هستش، داستان چارلی پسر من دیگه یه سری نزدیک 5-6 دقیقه از استوریای من پاک شد. یعنی آپلود که میزدم زده بود waiting for connection، بعد زدم که ریژیب جاب کسی کنمش، پاک شدمش دیگه، بقیه رو پاک نکردم دیگه، گذاشتم. الان دارم فکر میکنم سگ بخرم یا نه، درگیر اونم الان. سگ دوبرمن سگ بخرم یا میمون. این سگ هم این پسر است که پیش من کار میکنه، بهش گفتم بگی بیارش نمایشگاه من یه بغل بکنم سگ رو. تا من دید سگ من شناخت، چون دیروز گذاشته بودم دماغ منو لیست زده بود دیگه. اینقدر سگ با من خوبن. نمیدونم خب بگیرم واجی، من خونه نیستم، مسافرت زیاد میرم، میتونم بذارمش هتل، ولی شاید بگیرم به درد یه ذره حال روز من بهتر بشه. نه آره دیگه، همش تنهام دیگه، اینم پیش من هست دیگه. میخوام یه دوبرمن بگیرم گوشش زده باشه، چون من طاقت ندارم ببینم گوش موشش یارو 4-5 ماهه باشه، گوشش آماده باشه، بخرم بهش غذا مزا بدم، اینو بفرستم کلاسای وحشتناک، فهمیدی؟ روی این آره بگیرم میدونه. نه یه کمک بکنین تو رو خدا، بگین بگیرم یا نگیرم، بدبختی هاشم بگین. آقا آیفون 15 به نظر من نخرید، خیلی گوهه. نه دوربینش بهتر، هیچ انی نیست، اون قبلیه بهتر بود، همش هم هنگ خارکسه. 15 تا 20 تا استوری گرفتم اصلا آپلود نشد. اون ربطی به گوشی هم شاید نداشته باشه، چون سی تی او اونا با سی پی تیش فرق داره دیگه، فهمید؟ چون سی پی آی گوشی بچه‌ها اگه توجه کرده باشین به آی اس پی هم شماش وصله. شما وقتی لعیمو بگیرین، نوک لعیمو خیلی آروم به پی اس پی بزنین، شوکوسپل میشه، فهمیدی؟ سگ بگیرم سوار بنزین بکنم با چوب گلف، این سگ بشینه بغل من، گوشش سیخ، وقتی من اون ضربه رو میزنم گوشش سیخ بکنه، برام نگاه بکنه اینا. یه سگ باید بگیرم. این دوبرمن خیلی خوشم اومد مال این پسر رو، انقدر من دوست داشت سگه، جان غدیر به قرآن. بگیرم هست با من دیگه، خاطرات آیس، بعد با هم کتاب بنویسم سگم بذارم. خیلی قشنگ صحبت کرده بودم، صحبت یه سری همین ورزشکارا و آدمای معروف ایرانو کرده بودم تو استوری قبلیه که همون که آپلود نشد پاک شد. از 30 دقیقه صحبت کردم، 10 دقیقهش کسکش، 10 دقیقه اون لابلا پاک شد، نشد مثلا آخر و اولش پاک بشه. بعد دیگه بقیه رو پاک نکردم، دیدم چی پاک بکنم، اونا آپلود نشد. خیلی قشنگ صحبت کرده بودم. آره الانم اینجا برای خودم صبونه و این سس تنده، این کارمنده مکزیکی هن، فهمیدی؟ برای من میارن اینم، این یخچالم سر کار من اینجوریه، کثیفه تمیزه ولی فهمیدی؟ میذاره سگ بگیرم یا بغل من هست دیگه، کلش میذاره اینجا، بغلش میکنم. اوی عاشق حیوانم، خیلی سگ دوست دارم، اصلا حیونا رو خوشم میاد، خدا سوس نمیتونم بکشم، دلم نمیاد. دیشب که کنسرت محمد رضا جون بود توی دبی، محمد رضا اون موقعی که فالوور من همون تازه 100 تا بود، 200,000 تا بود، این تخم مرغی که فوت کردم با هم دیگه رفیق شدیم. بعد همون روز فهمیدم این بچه بیشیله پیله ایه،
موقع این خبرهایی نبود. داره بعد بهزاد لیتور هم من با صداش که خیلی حال میکنم، هیچی باشم رفیقم دیگه، صحبت میکنیم و محمد رضا و اون با محمد رضا و بهزاد رفیقم. دیشب که تو کنسرت بود صبح بیدار شدم دیدم که بهزادم اونجاست، اون گوشه دیدم داره میرقصه با موزیک محمد رضا اینا. استوری بعدش گذاشت، انقدر حال کردم. آفرین. آره من به عنوانی که طرفدار هر دوتای این رپرها هستم میگم من با رپرها همه حال میکنم. آره زیادم اصلا نمیدونم کی با کی دیسه ویسه جیسه. آره ولی صبح که دیدم این صحنه رو خیلی حال کردم. دیدم مثلا داره محمد رضا میخونه و بهزادم قدیمیه برادر دیگه، زد بازی و فلان و آره حرکت خیلی قشنگ بود، خیلی باحال. همه همینجوری با هم رفاقتی حال میکنن، این کنسرت اون میره، اون کنسرت این میره. واجی من همه فوتبالیستا ببین چقدر با هم رفیقن، همه دیگه کشتیگیرا با هم رفیقن، همه با رفیق باشن دیگه. آقا بهزاد واقعا به تو تبریک میگم، انقدر آدم قوی هستی، انقدر خفنی. محمد رضا جون تو هم ترکوندی داداش، جیگر هر دوتون آیسی کسکش بخوره. تمام. آقا سلام خدمت رفقا. من و حاجی جون رفتیم داروخونه، روغن خریدیم، روغن بچه. داریم میریم این مغازه لوی ویتان، فکر کنم میخوان کالیبر ما رو دوباره فشار بدن. یارو زنگ زده به حاجی که آقا بیا لوی ویتان یه چند تا چیز جدید آوردیم. حاجی به هیچ کی نمیفروشیم، فقط میگفت برای تو حاجی. حاجی هم برگشت تا بهش گفتن، حاجی گفت وایسا من دیگه طاقت ندارم، تو بیا که 2 کالیبره بریم. گفتم پس حاجی جون بیا بریم. حاجی چیزی هست بخوای بچه‌ها بگی؟ آقا این الکی گفت نرین طلا ملان نخرین، صحبت اینو گوش نگین، بیچاره میکنه همه رو. طلا کی میخره تو این بازار الان؟ بچه‌ها فقط مس. حاجی الان میگه مس بخرین. حاجی کی بخرن حاجی؟ حاجی جون خوبه که خدا با آدم به طلا همیشه مغزم بده. جون حاجی فکر می‌کردی دوست داری بیارم آمریکا پله برقی سوار شی؟ یه دور دیگه بریم پایین بیایم جان آرش. بخوام یه دور من حاجی جون من دوباره بریم پایین، دوباره بیایم از اون ور بالا. میافتی از پشت باری پایین. 2 دور دیگه بریم آرش. هیچ کی این کارو نمیکنه. جان شهر بازی اومد حاجی. میافتی بابا، میافتی سرمرت میشکنه. با میافتی نمیتونم جواب مادرتو بدم حاجی. میافتی نکن حاجی جون عزیزم، نکن این کارا رو. تو میلیونری مثلا. حاجی شما هم من چه انتظاری داریم؟ بعد میگین چرا ازدواج نمی‌کنید؟ آقا این بچه رو من میتونم من ول بکنم؟ اینا آرش پسره. داریم میریم لوی ویتان ببین. بیا اینور آرش، اینور. خیلی رو من تاثیر گذاشت. جان پرچمش بود گلفی میاد خارکوس اینجا. میگم صبح آقا سگ و پشیمون شدم. حاجی هم راست برای بیا دستشوی بریم آرش غزه. یه جان آرش دستشوی بریم. بیا 100 بار اومدیم تو گفتی بیا بریم. به پله برقی آرش بیا. پله این بالا. آقا حاجی هم راست میگه. قد از سامسونگ بدم میاد، فقط تلویزیونش خوبه. راست میگه آره ایسان سگ نی. بعد من حاجی میدونه من خیلی احساساتی هم، سگ بگیرم دیگه سر کار مرکار نمیرم. نگاه نکن منو اون کش. فهمیدی شروع شد سگ. امروز باید برای خودم لوی ویتان یه چیز بخرم، کادو باید برای خودم بخرم. میگم که سگ حالا هم موقع دوست دختر گرفتم، یه خونه ویلایی گرفتم، بعدم سگ خدا رو خوش نمیاد. من 9 صبح بیام سر کار تا 7-8 شب، بعد من مسافرت زیاد میرم. سگ گناه داره.
با تنها بمونه بیچاره و داغون میشه تو خونه. آره دیگه باید به زودی دیگه باید با یکی رفیق شم دیگه، که 2 سال دیگه حالا یه دوست دختر بگیرم براش رنج روور بخرم، بگم بره کلاس یوگا نقاشی اینا با سگم باشه دیگه، نباید کارمار بکنه، خارکوسه فرعون باشه بردهداری میخواد بکنه. ببین تیشرت بخرم من حال کنید، الان ویدیو میذارم. اما در بست این کسمشن اینجا چیکار میکنه؟ این بگویم اتاق مال ماه، بگویش حاجی میخواد اینو بخره، بهش میگم چیه؟ میگه جلغزه. میگم حاجی جلغزه چیه؟ میگه به من میاد. در بگو ببندن آرش، این اتاق فقط مال ما مایدار هست. مایدار تیپ نگاه کن خارکسه شلاق میزنه تیپ با قرآن مجید. سر دارم برم باید ببینیم چیوری تیپ ما نکن جان حاجی، نکن حاجی. حاجی تیپ جلغه ای زد. این الان 100% 3 تا جنازه رو حاجی با این کاپشن غواصیش از آب میکشی بیرون. قشنگه حالش بگی همونو، اینه بگی. حاجی خدا رو شکر خدا ما رحم کرد هیچی نخریدیم. اینجا رستوران با حاجی میگه من تیزه کشم. همسن این دایی ما الان داره سون بس کرده، شیرمرد داره کار میکنه تو جاب نداره، بخاطر سخت کاریت میخوام به تو مزد شیر بدم و 3 گوسفند برادر. Thank you man. Thanks my brother. ای توهی دستان دست را بگیرید. آقا سلام، خسته نباشین. من و حاجی جون داریم با ماشین حاجی میریم خونه. من دیگه امروز ماشین گفتم حاجی نمیارم، گفتم فردا با هم دیگه بیایم، فردا کلاس گلف هم داریم و فردا یواش نریارش دادی برو. داریم میریم خونه ساعت 6 تا حالا سر کار بودیم، بریم خونه ورزش بکنیم. مو رو میخوام بعدن که بزنم، میخوام بالا رو دیگه بذارم، زمستونه دیگه، دور سفید میکنم بالا رو میذارم دیگه، همین دیگه. تمرین رو بعدم برگردیم خونه فردا شب و پس فردا شب بریم بیرون. ها حاجی جون جون حاجی بذار ببینم این پیرم سینا چقدر، بخوام ببینم سینای حاجی من چقدریه دیگه. همین دیگه، مخلص آقایون، فدای من، فدای تو، فدای حاجی. واو ویور هم داداش نگاه کن. ساعت 7 شب اومدم یه تمرین بکنم، میدونی با این که حوصله ندارم ولی تمرین بکنم. آره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. شیر به سر قدیر. ای خدا جان شکرت.